گاه انسان بودن گناهی بزرگ است. اکنون میدانم به خاطر کمک کردن به طفل بیگناه که بازیچه جنگ و خشونت شده است، فردا مرا پیش از طلوع آفتاب به دستان خداوند میسپارند. میدانم که انسانیت هرگز نمیمیرد، ولی بدانید که انسانیت گاه گناهی بزرگ است. سلام علیکم دوستان و برادران، خوش آمدید به برنامه یک عکس و یک حقیقت. عکسی که در اکران میبینید، اگر این را دانستن میخواهید در شبکه ما ابونه شوید، در نوار لایک گذارید و مرا تا آخر همراهی کنید. این عکسی سرباز است، سرباز آلمان شرقی که به خاطر کودک از پدر و مادرش دور مانده سیم خاردار دیوار برلین را کنار گرفت و جان کودک را نجات داد. این سرباز به دلیل خیانت به کشور اعدام شد. سخنهایی که در اول گفته گذاشتیم سخنهای همین سرباز می باشد که از دفتر خاطرات او پیدا کردند. مجسمه این سرباز در 70 کشور دنیا ساخته شد و 317 خیابان در دنیا به نام این انسان بزرگ نامگذاری شد و آن کودک هم بنیادگذار یکی از بزرگترین بنیادهای خیریوی در کشور آلمان گردید. از خودتان انسانیت باید گذارید، نه انسان. خیر برادران، تا نوارهای نوبتی اگر چنین برنامه ها با شما پسند باشد، در شبکه ما ابونه شوید و نوار را با دوستانتان فرستید.